دوستان عزیز، عرض سلام و ارادت. خوش آمدید به این جلسه از مباحث زبان آلمانی. ما در این جلسه تصمیم گرفتیم که یک بحث فوق العاده مهم رو مورد بحث قرار بدیم. بحث کانجوگیتیو سوای هست. این چی هست؟ چگونه استفاده می شود و کاربردهایش چی هست؟ ما در این جلسه مورد مطالعه قرار میدیم. خب در بخش اول بحث کانجوگیتیو سوای یک مفهوم کلی داشته باشیم. میگه حالت غیر واقعی و فرضی فعل هست. حالت غیر واقعی و فرضی فعل، یعنی حالت واقعی نیست دوستان، هیچ ربطی به زمان نداره، یعنی خارج از اون بحث های زمان هست. این بحثش با زمان فرق داره. این حالت های فرضی هست. وقتی میخواییم بگوییم کاش بود یا اگر میکردم یا میگفتیم میتوانستم، از این حالت کانجوگیتیو سوای را استفاده میکنیم. خب یک تعریف در خود به زبان آلمانی داشته باشیم، ببینیم چی هست. The conjugative zwei wird für reale Wünsche, hypothetische Situation, höfliche Bitten, Ratschläge und nicht reale Bedingungen verwendet. به این مفهومه که کانجوگیتیو سوای استفاده میشود برای آرزوها، شرایط‌های غیر واقعی، شرایط‌های فرضی، حالت‌های مؤدبانه، حالت‌های مثلا نصیحت و یا بعضی شروط و شرایط که اینجا هر کدوم استفادهش رو مورد بحث قرار میدیم. خب اولین کاربرد کانجوگیتیو سوای برای آرزو هاست. ونشه، آرزو. خب آرزو چیزی که الان نیستی، واضحه. مثلا آرزو میکنه که ای کاش ثروتمند بودم. از چی استفاده میکنیم؟ از کانجوگیتیو سوای استفاده میکنیم. Ich wünschte ich wäre reich. کاش ثروتمند بودم. ولی فقط در این مرحله فقط این موضوع کلی رو شما بگیرین که این چی هست، بعداً به ساختار این میرسیم که چگونه این رو بسازیم. بحث فعلی ما این هست که بدونیم این چی هست. خب استفاده میشه برای شرط غیر واقعی یا reale Bedingung، شروط غیر واقعی، مثلا اگر بود یا آن وقت. یک مثالش رو در نظر میگم. hätte ich Zeit käme ich mit. اگر وقت داشتم می آمدم. خب این شرط حالتهای فرضی هست. بعدی höfliche Rat، توصیه مؤدبانه. توصیه غیر مستقیم هست، یعنی طرف از این توصیه ناراحت نمیشه. خیلی مؤدبانه است شکلش. مثالش Du solltest mehr lernen. باید بیشتر درس بخوانی. این یک زولتس حالتی است که این توصیه رو مؤدبانه میکنه، طرف ازت ناراحت نمیشه. استفاده بعدی درخواست مؤدبانه. höfliche Bitte، درخواست محترمانه، درخواست مؤدبانه. یک مثالش رو در نظر گرفتیم. konnten Sie mir helfen؟ میتوانید یا میتوانستید به من کمک کنید، میتوانید به من کمک کنید. بعدی Vorschlag، به مفهوم پیشنهادهای مؤدبانه. مثالش اینجا würden Sie mich begleiten؟ مرا همراهی میکردید یا میتوانید مرا همراهی کنید. و در استفاده آخر Realität، به معنای غیر واقعی، هر کاری غیر واقعی. مثالش Ich hätte gewinnen können، میتوانستم برنده شوم. Ich hätte gewinnen können. خیلی خوب، بریم بررسی کنیم که چگونه کانجوگیتیو سوای را بسازیم. بحث خیلی مهم است. چگونه بسازیم؟ دو روش اصلی وجود داره برای ساختن کانجوگیتیو سوای. خب در بخش اول 90 یا 95% افعال با این ساختار ساخته میشه. وردن رو صرف میکنیم، بعدن فعل رو به صورت انفینیتیو استفاده میکنیم. وردن رو صرف میکنیم، فعل رو به صورت انفینیتیو در انتهای جمله استفاده میکنیم. خب بیا که بریم اول این وردن رو با هم صرف کنیم. اینجا یک جدول داریم از صرف افعال وردن.
اینجا هم اون ضمایر هست، این هم خود وردن هست و در اینجا مثال براتون آوردیم. برای ایش میشه wurde. Ich wurde. Ich wurde kommen. Ich wurde kommen. Du. Du wurdest. Du wurdest. Du wurdest kommen. Er, sie, es wurde. Er, sie, es wurde. Er würde kommen. Wir wurden. Wir würde kommen. Ihr wurdet. Ihr wurdet kommen. و در نهایت und sie wurden. Sie wurden kommen. خیلی خوب. یک بخشای مثال فارسی براتون آوردیم که مفهومش رو بیشتر بفهمید. Ich würde gerne nach Berlin fahren. دوست دارم به برلین بروم. خب فعل fahren هست اومده در آخر. فعل wurde هست. فعل wurde هست که صرف شده برای ich و این gerne معمولا استفاده میشه. Ich würde gerne nach Berlin fahren. دوست دارم به برلین بروم. مثال بعدی. Was würdest du an meiner Stelle tun? Was würdest du an meiner Stelle tun? به جای من چه کار میکردی؟ اگر مثلا شما در موقعیت من بودی چه کار میکردی؟ فعل tun هست در آخر رفته. فعل würdest هست که صرف شده برای do. این هم یک سوال هست. و آخر Wir würden morgen kommen, wenn wir Zeit hätten. فردا می آمدیم اگر وقت داشتیم. حالت های فرضی هست. وردن رو صرف کرده برای ویار و کومن فعل انفینیتیو هست در آخر برده و اینجا هم هیتن هست که بعداً میفهمیم این چی هست. خب افعال دیگره. روش دوم شکل‌های اصلی خود کانجکتیوهای شکل‌های خودش رو داره. یعنی در اینجا فعل وردن رو استفاده نمی‌کنه. شکل خود اصلی فعل کانجکتیوهای رو استفاده می‌کنه. چگونه بسازیم؟ سوال. قاعده ساخت اینجوری است. پرستراتوم رو میگیریم که پرستراتوم فعل رو و اونایی که املاوت لازم داره یک املاوت هم بهش اضافه میکنیم و در پایان بعضی پایانهای خاص داره که اونها رو هم اضافه میکنیم. خب مثال ها رو بررسی میکنیم ببینیم چی هست. خب در اینجا اون شخص person اش دو اینا آوردیم بعد اون پایانه های فعل. خب فعل کامن پرستراتومش میشه کام. درسته؟ کام. این بدون این املاوت. بدون این املاوت بالا. کام. ما گفتیم در فرمول بالا داشتیم دیگه اینجا نگاه که املاوت رو اضافه میکنیم بهش. اونایی که املاوت میگیره املاوت اضافه میکنیم. اینجا شد املاوت رو بهش اضافه کنیم. در پایان یک پایانه های خاص بهش اضافه میکنیم. پایانه خاص از این قراره. برای ایش ا، برای دو است، برای ویا ان، برای ایا ات، برای زی اون زی این. مثال ها رو در نظر بگیرید. Ich käme. Du kämst. Or du kämst. Ihr käme. Wir kämen. Ihr kämt. Sie kämen. خب این یکی از قانون ها بود که باید از پرستراتوم استفاده بکنیم و در این حال املاوت بهش اضافه کنیم با این پایانه ها. خیلی خوب. مهمترین افعال رو میریم صرف میکنیم. بعضی افعال خاص رو صرف میکنیم که اینها اون کانجکتیوهای با وردن استفاده نمیشه. درجه با وردن استفاده نمیشه. مثل فعل زان، مثل فعل هابن. اینا شکل‌های خاصی خودش رو داره در کانجکتیوهای. خب بیا بررسی کنیم اینجا فعل زاین رو. فعل زاین یک فعل بی قاعده است. واضحه دیگه. این در شکل حالش هم بی قاعده است. خب صرف میکنیم. ich wäre میگه بودم یا ای کاش بودم. du wärst و du wärst بودی، شما بودی، تو بودی. ihr sie es میشه wäre. wir wären. ihr wäret و wäret بودید. sie und sie wären مثلا بودند آنها یا شمای محترمانه. خیلی خب مثال ها رو بررسی میکنیم ببین مثال ها. wenn ich reich wäre اگر ثروتمند بودم. wenn ich reich wäre. خب when اومده حالت جمله رو چیکار میکنه؟ نیبن زاتس میکنه.
فعل اومده آخر، فعل زاین هست، در حالت کانجوگیت سوای استفاده شده برای ایش ویگه. اگر ثروتمند بودم، یا بعدی رو ich wünschte ich wäre jünger، کاش جوانتر بودم، ای کاش آرزو میکنم جوانتر بودم. wenn du hier wärst wäre alles besser، اگر تو اینجا بودی همه چیز بهتر بود. خیلی خوب، بریم فعل داشتن یا فعل هبن رو صرف کنیم در کانجوگیت سوای. این هم شکل خاص خودش رو داره که ما اینو بررسی باید بکنیم. خب فعل هبن فعل تقریبا بیقاعده هست، البته در حالتهای پرزنت. خب برای ایش میشه هیته، ایش میشه هیته، میشه داشتم یا اگر داشتم. Du hättest, ihr sie es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie und sie hätten داشتند. بعضی مثال ها رو بررسی میکنیم برای فعل هبن در حالت کانجوگیت سوای. wenn ich mehr Zeit hätte، اگر وقت بیشتر داشتم. ich wünschte ich hätte ein Auto، ای کاش آرزو میکنم یک ماشین داشتم. داریم؟ نه، حالتهای غیر واقعی هست دیگه، حالتهای فرضی هست. was hättest du gemacht، was hättest du gemacht، چه کار کرده بودی، چه کار کرده بودی اگر در موقعیت مثلا من بودی، همین چیزی. خب و در نهایت فعل وردن رو صرف میکنیم. فعل وردن رو در کانجوگیت سوای صرف میکنیم. فعل وردن هم همون یک فعل بیقاعده هست، یک فعل بیقاعده هست. به اون دلیل این رو جدول صرفش رو براتون آوردیم. برایش میشه ورده، چون ورده هست یک املاوت در اینجا اضافه کردیم، چون ما قانون داشتیم باید املاوت میگیره. حالا بقیتون فقط یک املاوت بهش اضافه بکن. du wurdest، ihr sie wurde، wir wurden، ihr wurdet، sie und sie wurden. معناهاش میشه مثلا ich wurde، من میشودم یا اگر میشودم. du wurdest، مثلا شما میشودین یا اگر شما میشودین. خیلی خوب، معناهای اینا رو میدونیم. بخش پنجم افعال مودال، اصل موضوع مهم. افعال مودال رو باید کانجوگیت سوایش استفاده بکنیم. این رو نمیشه با وردن استفاده بکنیم. این شکل خاص خودش رو داره در حالت کانجوگیت سوای. خیلی خوب، شکل خاص خودش چی هست؟ اکثر افعال رو چیکار میکنیم؟ املاوت اضافه میکنیم دیگه. از بقیتون میگیریم، املاوت بهش اضافه میکنیم. خب این افعال بسیار پرکاربرد است، واضح پرکاربرد دیگه. اینفینیتیو افعال رو در نظر میگیریم. فعل کنن هست، میشه کنته، کنته، میتوانستم. معنیشی ich konnte kommen، میتوانستم بیام. فعل موسن هست، میشه musste، musste. du musstest mehr lernen، du musstest lernen، mehr lernen. شما باید، یک توصیه هست، البته این اجبار نیست، باید بیشتر بخون. فعل دورفن هست، میشه durfte، میتوانستم. من durfte hier rauchen، من durfte hier rauchen. sollen هست، این املاوت نمیگیره. این دو تا فعل این استثناء، sollen و wollen اینا استثناء است. خب این املاوت نمیگیره در حالت بقیتون، نه در حالت بقیتون و نه در حالت کانجوگیت سوای. این املاوت نمیگیره چون در حالت پایه هم املاوت نداره، در حالت مثلا اینفینیتیو هم املاوت نداره. واضحه دیگه. ihr sollte zum Arzt gehen، ihr sollte zum Arzt gehen. شما بهتر است، باید به مثلا دکتر بریم. خب بخش بعدی wollen هست، میشه wollte. این البته برای شخص اول و شخص سوم هست. ich wollte kommen، میخواستم بیام. ich wollte kommen. موگن هست، میشه مشته. این مشته پرترم موگن هست. دوستان این حالتهای مؤدبانه هم هست، مؤدبانه موگن هست و مثالش در نظر ich möchte ein Bier، من دوست دارم یک مثلا آبجو یا بیر. خیلی خوب، یک جدول صرف کاملی از پرترتوم رو براتون آوردم اینجا، همشو نگاه در جدول. خیلی خوب، بررسی میکنیم. خب برای ایش میشه کنته، کنن میشه کنته.
دو میشه کنتست. زیونزی کنته. ویا کنتن. ایا کنتت. زیونزی کنتن. فعل موسن رو صرف میکنیم، برای ایش میشه موسته. موستست. یونزی موسته. موستن. موستت. موستن. فعل دورفن رو صرف میکنیم، برای ایش میشه دوفته. دو دوفتست. ای زی oder es dufte. Wir duften. Ihr duftet. Sie und sie duften. فعل زولن رو صرف میکنیم، برای ایش میشه ich sollte. Du solltest. Ihr sollte. Wir sollten. Ihr solltet. Sie und sie sollten. فعل wollen رو صرف میکنیم، ich wollte, du wolltest, ihr wollte, wir wollten, ihr wolltet. and sie und sie wolltet. بخشین ولتن هست. در بخش موگن فعل دوست داشتن رو صرف میکنیم. ich möchte, du möchtest, ihr möchte, wir möchten, ihr möchtet and sie möchten. خب بریم بر بخش کاربرد این. چیزی مهم است. حالا طور ساختنش فهمیدیم که مثلا افعال مدال رو باید بخش خودش استفاده بکنیم، اون کانجکتیوس های خودش رو استفاده کنیم، بعضی افعال خاص رو باید کانجکتیوس های خودش رو استفاده بکنیم و 90% افعال رو با فعل وردن استفاده می‌کردیم. فعل هابن و زاین کانجکتیوس های خودش رو داشت. حالا بریم بخش مهم، بخش کاربرد یا بخش چگونه اینا رو استفاده بکنیم. اولین کاربرد کانجکتیوس وای در بخش اغیار بدینگونگ هست. خب اینا رو در پایین براتون مختصر بخش مفصل آوردیم. خب کجا هست؟ لحظه اینجاست. همین درست. اغیار بدینگونگ زتسه، جملات شرطی غیر واقعی. ساختار کلی دو نوع داریم. نوع شرطی واقعی غیر واقعی نوع دو، نوع سه. نوع دو در حال آینده بحث میکنه، نوع سوم در گذشته که اینم غیر واقعیه، اینم غیر واقعیه. خب در ساختار نوع دو when استفاده میکنه کانجکتیوس وای و بعد در این طرف جمله هم کانجکتیوس وای. مثلا when ich Zeit hätte käme ich، اگر من وقت داشته باشم مثلا میام. در گذشته نه گذشته when و کانجکتیوس وای با پرفکت استفاده می‌کنیم، بعد کانجکتیوس وای با پرفکت. wenn ich Zeit gehabt hätte wäre ich gekommen، اگه من وقت داشتم می اومدم. خیلی خب اینجا مثال های بیشتر آوردیم، نگران نباشین. خب مثال های بیشتر با جملات های شرطی نوع دو، یعنی در حال و آینده استفاده میشه. اینم غیر واقعیه. Wenn ich reich wäre, würde ich ein Haus kaufen. اگر پولدار بودم یک خانه می‌خریدم. پولدار هستی؟ نه. خانه خریدی؟ نه. نه. نه پولدار هستی و نه خانه خریدی. این یک حالت شرطی و غیر واقعی هست. خب بعدی در نظر میگیم wenn ich du wäre, würde ich mehr lernen. اگر جای تو بودم بیشتر یاد می‌گرفتم. درسته؟ wenn ich du wäre, würde ich mehr lernen. مثال بعدی hätte ich Zeit, käme ich mit. hätte ich Zeit käme ich mit. اگه وقت داشتم همراه مثلا می آمدم همراه شما. ببین اگر when نداشتیم این جمله های when داره، باید شکل کانجکتیوس وای رو در اول جمله استفاده باید بکنیم. این یک قانون هست. اگر مثلا when داشتیم خب این نیبنزات میشه، باید بره آخر. در غیر اون صورت فعل در اول باید استفاده، فعل حالت کانجکتیوس وای. hätte ich Zeit käme ich mit. جمله بعدی wäre das Wetter schön, gingen wir spazieren. اگه هوا خوب بود پیاده روی میرفتیم. خب مثال ها با نوع جملات شرطی نوع سوم، یعنی گذشته غیر واقعی، چگونه میساختیم که قبلا بهت گفتم. الان فقط بعضی مثال ها رو بررسی میکنم. wenn ich früher aufgestanden wäre, hätte ich den Bus nicht verpasst. اگر زودتر بیدار شده بودم اتوبوس رو از دست نمیدادم. شرط غیر واقعی در گذشته هست. wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gekommen. اگر این را میدانستم میآمدم. گذشته شرط هست غیر واقعی. hätte ich dich gesehen, hätte ich dich angerufen. اگر تو رو دیده بودم به تو زنگ میزدم. خب کاربرد بعدی بخش هفتم هست. کاربرد بعدی کاربرد آرزو هاست.
آرزوها. ما گفتیم در اول که کانجکتیو سوای یکی از کاربردهایش بخش آرزوهاست که میشه باهاش آرزوها را یا اون ای کاش ها رو بهش بیان کنیم. خب میتونیم ون استفاده کنیم یا بدون ون، اصلا میتونیم با ون یا بدون ون. اگر ون داشت که جمله نبین ساز بشه. خب wenn ich doch mehr Zeit hätte کاش وقت بیشتر داشتم. معمولا با این داخل استفاده میشه، چون تاکید هست با این استفاده میشه. wenn ich doch mehr Zeit hätte کاش وقت بیشتر داشتم. wäre ich doch reich کاش ثروتمند بودم. hätte ich doch besser aufgepasst کاش بیشتر دقت میکردم. خب کاربرد بعدی همین رو سریع میریم به خاطری که نمیخوام این ویدیو بیشتر از این طولانی بشه. برای آرزوها ونشی میتونیم با ون استفاده بکنیم، ون یا نه اصلا با کلمه ونش این رو صرف میکنیم. ich wünschte ich wäre in Urlaub کاش در تعطیلات بودم. ich wünschte es würde nicht regnen ich wünschte es würde nicht regnen کاش باران نمیبارید. بوده رو صرف کرده، فعل رگنن رو به حالت اینفینیتیو در بخش آخر جمله بود. خیلی خوب. درخواست های مؤدبانه بخش هشتم یکی از استفاده های کانجکتیو های درخواست های و پیشنهادات مؤدبانه هست. خب فعل کنن رو صرف کردیم، درسته؟ در کانجکتیو های میتونیم ازش باعث درخواست های و پیشنهادات مؤدبانه استفاده کنیم. کانتن Sie mir besser helfen میتونید لطفاً به من کمک کنید. خیلی مؤدبانه است نسبت به کنن. گرچه خود کنن و زی جفتش مؤدبانه هست، اما این خیلی مؤدبانه میشه دیگه. Würden Sie mir bitte das Salz geben میدادید لطفاً نمک رو من، یا میتوانید لطفاً اون نمک رو به من بدین. Ich würde gerne einen Kaffee bestellen دوست دارم یک قهوه سفارش بدم. اینم یک پیشنهاد مؤدبانه هست. hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit سوال مؤدبانه هست. داشته شما یک لحظه وقت، یا مثلا یک لحظه وقت دارین، مؤدبانه هست. در بخش بعدی بخش نهم توصیه ها رو میتونیم با کانجکتیو های بررسی کنیم. Ratschläge. خب Du solltest mehr Sport treiben باید بیشتر ورزش کنی. یه توصیه هست اما توصیه مؤدبانه است. Man sollte pünktlich sein باید سر وقت بود. یک آدم باید سر وقت باشه. Du konntest mal zum Arzt gehen میتوانست یک بار به دکتر بروی. Du musstest weniger rauchen باید کمتر سیگار بکشی. یک توصیه است. خب این رو بررسی نمی کنیم. خیلی خوب. یک مقایسه انجام بدیم ببینیم که در حالت اندگاتیو و در حالت کانجکتیو شما و در نهایت یک دریافت، یک برداشتی از کانجکتیو بیشتر داشته باشیم. در حالت اندیکاتیو یا در حالت واقعی، اندیکاتیو در حالت واقعی ich habe Zeit من وقت دارم، این واقعیه، درسته؟ خب اگر وقت نداشتم میگی ای کاش وقت داشتم، یا مثلا اگر وقت داشتم در از حالت چی استفاده کانجکتیو. wenn ich Zeit hätte اگر وقت داشتم ich komme میآیم، من میایم. در حالت غیر واقعی ich komme یا میگیم ich würde kommen، می آمدم. es regnet باران میبارد. wenn es nicht regnet اگر باران نمیبارید، درست حالت های فرضی از حالت غیر واقعی. ich kann kommen من میتوانم بیام. ich könnte kommen میتوانستم بیام. خب دوستان این بود در بحث کانجکتیو های. امیدوارم یک چیز رو درک کرده باشین. این یک بحث کلی بود. اونایی که در لیول های یا سطح های B1 و یا B2 هست این درست براشون مناسب است. البته اونایی که یک آروی قوی داره هم میتونه از این درست استفاده بکنه. تا جلسه بعد وقت خوش. اگر سوال چیزی داشتین در کامنت برامون بنویسین. در غیر اون صورت وقت خوش.